فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جناب شیخ، بیننده پرسیدن که جنین یک ماهه در شکم سقطش بکنه چه حکمی داره؟ گفتن مثلا دکتر گفته به خاطر عیب و مریضی که در بچه وجود داره باید اون سقط بکنه و این کار انجام داده. یعنی سقط جنین به صورت کلی جایز نیست مگر در دو صورت، چه یک ماهه باشه چه روح در اون دمیده باشه یا روح در اون دمیده نباشه. در هر صورت سقط جنین یک کار خلاف شرع و نامشروع است. فقط در دو مورد می شود که این سقط جنین جایز هست و مجاز از نظر شرعی، چه در ماه اول باشه چه در ماه‌های بعدی باشه. اول این که وجود این جنین برای خود مادر، برای صاحب اون جنین خطر قطعی و 100% رو داشته باشه که حیات اون رو تهدید بکنه. این یک صورتش هست. و صورت دوم این که جنین در شکم مادر در واقع مرده باشه و به تشخیص پزشک معالج این مرده به دنیا میاد. در این دو صورت سقط جنین جایز هست و در غیر این صورت هم چه قبل از اینکه روح دمیده بشه یا بعد از اون در واقع سقط جنین جایز نیست و کار حرامی هست. و کسانی هم که این کار رو انجام میدن در واقع مرتکب یک کار نامشروع شدن. منتها اگر فردی این کار رو بدون اراده خودش انجام داده یا اینکه قبلا مثلا این حکم شرعی رو نمیدونسته، هیچ گونه کفاری بر اون لازم نیست. کاری بوده، کار اشتباهی رو انجام داده، باید توبه و استغفار بکند و کفاری بر اون لازم نیست. اما این که میگن خب احتمال دارد و شاید پزشک گفته که این به صورت معلول به دنیا بیاد یا یکی از اعضایش کم هست و مناسب نیست، مگر الله متعال نمیدونه؟ شما فکر میکنید که این جنین از دست خدا در رفته، نمیتونست اینو کامل بیافریند، بین خاطر شما اونو میکشید؟ اگر این مبنا باشه، آیا میتونیم تمام انسانهایی که در دنیا بیمار هستند، کر هستند، کور هستند، شلند و بیماری های خاصی دارند، میتونیم فتوا بدیم که همه اینها رو باید کشت زیرا که اینها معلول هستند؟ خب اون کسی که معلول باشه ولی که نقص عضوی داشته باشه در شکم مادر، اون الله متعال خلق کرده. شما به عنوان یک بنده حق ندارید که این حق حیات رو از اون بگیرید و به هر صورتی جنین سقط بشه گناه است و مجاز نیست مگر در همین دو صورتی که من خدمت شما عرض کردم.